زن آزاد زاده شده و حقوقی برابر با مردان دارد. تمایزات اجتماعی تنها باید بر سودمندی عمومی تکیه کند. هدف هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر زن و مرد است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و به ویژه مقاومت در برابر ستمگری و خفقان. اولمپ دو گوژ اولین فمینیست زن فرانسویه که در سال 1793 سوم نوامبر در پاریس توسط گیوتین کشته میشه. این زن ادیب و فعال سیاسی فرانسوی قبل از مرگش یک جمله به یاد موندنی از خودش به جا میذاره که شاید بشه گفت جز درخشان ترین جملاتی که میشه از یک فمینیست شنید: به من بیندیشید و به کارهایی که به نفع زنان انجام دادم به یاد بیاورید. من مطمئنم که روزی پیروز خواهم شد. زنی که زندگی خود را وقف مبارزه برای کسب آزادی و احقاق حقوق زنان کرد، میگوید زنان اگر خود را فراموش نکنند هیچگاه فراموش نخواهند شد. اولمپ دو گوژ در واقع به مبارزه در راه آزادی حقوق اعتقاد داشت تا اینکه بعد از فرار لویی 16 به وارن خود رو سلطنت طلب میدونست ولی تغییر عقیده میده، تا جایی که دفاع میکنه از اینکه میخواد بگه که من از لویی 16 به عنوان یک پادشاه انتظار متفاوتی داشتم و پیشنهاد میکنه که در دفاع از لویی 16 به اون کمک بشه. این زن چنان جسارتی داشته که یکی از منتقدان ادبی که به آثار او بی‌اعتنایی کرده بود به دوئل دعوت کرد. از سال 1791 بود که اولمپ دو گوژ ارزش واقعی شخصیتش رو به نمایش گذاشت. در قانون اساسی که مجلس مؤسسان تدوین میکرد حقوق مدنی در مورد زنان فراموش شده بود. اون متنی تهیه کرد با عنوان اعلامیه حقوق زن و شهروند که 17 تا ماده داره. سلطه‌گری و توافق مردانه رو افشا میکنه و از برابری حقوق زن و مرد در همه زمینه‌ها دفاع میکنه. در هر دو ماده اول و دوم میخونیم که زن آزاد زاده شده و حقوقی برابر با مردان دارد. تمایزات اجتماعی تنها باید بر سودمندی عمومی تکیه کند. هدف هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر زن و مرد است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و به ویژه مقاومت در برابر ستمگری و خفقان. اون به زنان هشدار میده که زن بیدار شد. در اعلامیه اون همچنین اومده که زنان حق رفتن بالای چوبه اعدام رو دارند. اونها باید همچنین حق رفتن پشت تریبون رو نیز داشته باشند. اگه شما حق بالا رفتن روی چوبه اعدام رو دارید، حق پشت تریبون رفتن رو هم باید داشته باشید. هنگام محاکمه لویی 16 تلاش کرد دادگاه رو قانع کنه که بقیده او به این نه به عنوان انسان بلکه به عنوان پادشاه مقصر بود و اعدام نشه و کشته نشه. در روزهای می ژوئن سال 1793 به نمایندگان وابسته به ژیروندیا اعلام همبستگی کرد و روز 20 ژانویه 1793 دستگیر و
و 3 نوامبر با گیلوتین اعدام شد. ژیروندی از نمایندگان بورژوازی شهرستان و برنده بزرگ بودن در مجلس قانونگذاری کنوانسیون ملی فرانسه نماینده داشتن، چون در میان اونها نمایندگانی از اهالی ساحل رودخانه ژیروند جنوب فرانسه قرار داشتن، به اونا میگفتن ژیروندی. اونا دارای رادیکال ترین موازی در بین نمایندگان مجلس بودن. اولمپ و لوئیز در 2 دوره مختلف زندگی کردند که برای همیشه در تاریخ ثبت شد. یکی در انقلاب فرانسه و دیگری در کمون پاریس. هر دو فعالانه در 2 رویداد شرکت کردند. اولمپ خواستار وکالت از شاه لویی 16 بود، چرا که فکر میکرد که هر شهروندی محق برای دفاع از خودش در یک دادگاه وکیل داشته باشه، اما اون رو به عنوان اینکه یک زنه از این کار منع میکردن و لوئیز یکی از برجسته ترین شخصیت های کمون پاریسه. اون پیشنهاد کرد که مأموریت کشتن آدولف تیر که به ورسای رفته بود به اون داده بشه. البته که پیشنهادش رد شد، اما لوئیز در طی کمون پاریس همه جا بود و همه کار کرد. عضو گارد ملی آمبولانس ران شد، تبلیغگر و مجری گروپ‌های سیاسی هم بود. اولمپ در طول انقلاب کبیر فرانسه قانون پیشنهاد کرد، متون سیاسی نوشت، در جلسات سیاسی شرکت کرد و نظراتش رو برای همه مردم روی دیوارهای پاریس می نوشت. شاید بشه گفت آخرین جملات اولمپ برای شنیده شدن صداش برای آزادی به این جمله اشاره کرد که به من بیاندیشید و کارهایی که به نفع زنان انجام دادم به یاد بیاورید. من مطمئنم که روز پیروز خواهم شد. مطمئنم که روزی پیروز خواهم شد.